همیهنان عزیزم، جشن نوروز و آغاز سال نو را به همه شما شادباش میگویم. نوروز باستانی نماد همبستگی ملی، پایداری و ایستادگی فرهنگ ایرانی در برابر اشغالگران است. نویدبخش آغازی نوین برای ملت ایران و دورانی طولانی از آزادی، شکوفایی و پیشرفت پس از جمهوری اسلامی. امسال که تلاش‌های رژیم اسلامی برای کمرنگ کردن نوروز بیشتر شده، برگزاری هرچه با شکوه‌تر این جشن ملی با وجود تمام سختی‌هایی که رژیم بر ملت ایران تحمیل کرده، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. من در آغاز سال نو از همه شما هم‌میهنان عزیزم می‌خواهم که نوروز امسال را فرصتی بیابید که با یکدیگر مهربان‌تر و در برابر دشمن مشترک یعنی جمهوری اسلامی همبسته‌تر باشید. ما در حالی سال نو را آغاز می‌کنیم که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین زمان خود قرار دارد. از یک سو نیروهای نیابتی و متحدان خود را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد و از سوی دیگر از تأمین معیشت، آب و برق و گاز مردم ناتوان است. ثروت ملت را به یغما برده و اقتصاد کشور و پول ملی را به نابودی کشانده است. جمهوری اسلامی در معرض سقوط است و پنجره فرصتی بی‌نظیر برای تغییرات بزرگ و رهایی ایران از استبداد دینی فراهم آمده است. اما باید بدانیم که نه این پنجره فرصت همیشگی است، نه سقوط رژیم خود به خود رخ خواهد داد. به جای انتظار برای ظهور منجی و یا فروپاشی خود به خود رژیم، میبایست خود به حرکت درآییم و سرنوشتمان را در دست بگیریم. من در سالی که گذشت بنا به خواست شما رهبری انقلاب ملی و دوران گذار را پذیرفتم و برای رسیدن به پیروزی برنامه‌ای مدون بر پایه 5 ستون اصلی را ارائه دادم. در این سال با عملگرایی و کوشش دوچندان از آنها که بخشی از مشکلند عبور کردیم. آنهایی که می‌خواهند بخشی از راه حل باشند نیز به هم پیوستند و چارچوبی برای همکاری و همگرایی بنا گذاشتند. سال پیش رو سال سازماندهی برای اقدام نهایی است. در جای جای ایران، از کرانه خلیج فارس تا کناره دریای مازندران، از طاق بستان تا نقش جهان، از هفت تپه تا طوس، از ایزه تا گنبد کاووس، از هامون تا ارومیه، از کارون تا زاینده رود، از زریبار تا دشت لوط، از زاگرس تا البرز و از سهند و سبلان تا الوند و دماوند سازمان بیابیم و برای اقدام نهایی آماده شویم. در این لحظات آغازین سال به یاد قهرمانان جاویدنام راه میهن و زندانیان سیاسی هستم. به یاد خانواده هایی که جای عزیزانشان در کنار سفره‌های 7 سین خالی است. یادشان با ماست و نامشان الهام بخش ما در مسیر پیروزی. من باور دارم که با همت، اراده و پشتکار شما ملت یکدل و یکپارچه ایران ما بر اهریمن جمهوری اسلامی پیروز می شود و آزاد و آباد بار دیگر سرزمین ثبات و شکوفایی خواهد شد. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.